سلام بچه‌ها. تو این ویدیو میخوام 8 تا از عجیب ترین، قوی ترین و خطرناک ترین مخدرهای دنیا رو بهتون معرفی کنم. بهتره با این سوال شروع کنم: قوی ترین مخدری که به ذهنتون میرسه چیه؟ احتمالاً دارین به کوکائین یا شیشه فکر میکنین، در حالی که کوکائین توی رتبه 7 این لیسته. خب دیگه اسپویل کافیه، بریم سراغ ویدیو. قبلش قول بده اگه این ویدیو برات جالب بود حتما لایکش کنی. رتبه 8 الکل که تو اکثر کشورها قانونیه و همین در دسترس بودنش باعث شده سالانه بیشتر از 140,000 نفر به خاطر مصرف الکل جونشون رو از دست بدن. اینم بگم که اگه فکر میکنین الکل یا حتی ماریجوانا مخدر به حساب نمیان، سخت در اشتباهین. تقریبا همه با این یکی آشنایین، پس بریم سراغ بعدی. دوز خیلی پایینی از این ماده برای بی‌حسی موضعی استفاده میشد تا اینکه برای اولین بار یه پزشک آمریکایی به نام ویلیام هالستد این ماده رو مصرف کرد و اعتیاد به کوکائین از همون جا شروع شد. جالب بدونین تا سال 1903 توی هر بطری کوکاکولا 9 میلی گرم کوکائین ریخته میشد که به مصرف کننده حس سرخوشی میداد و باعث مصرف بیشتر و در نتیجه فروش بیشتر کوکا میشد. کوکائین به شدت اعتیادآوره و حتی یه بار مصرفش میتونه شما رو گرفتار خودش کنه و همه چی رو ازتون بگیره. قات یا خات یه گیاه آفریقاییه که مصرفش توی خاورمیانه خیلی رایجه. با جویدن ریشه این گیاه احساس شکست ناپذیری، تمرکز و شجاعت بیش از حد بهتون دست میده. تروریستا عاشق این مخدرن و قبل از انجام عملیاتشون قات مصرف میکنن. جالبه بدونین که گروه تروریستی الشباب بیشترین درآمدش رو از راه فروش این مخدر به دست میاره. این یکی کاملا شیمیایی و به خاطر توهمای شنیداری عجیبش معروفه. کسی که این مخدر رو مصرف میکنه تمام حواس پنجگانش به هم میریزه. یعنی میتونه چیزای غیر واقعی رو ببینه، بشنوه، بو کنه و حتی بچشه. این مخدر انقدر قویه که افراد ناشنوا با مصرفش میتونن بشنون. در واقع چیزی نمیشنون و همش توهمه. این شکلیه که مصرف کننده روی هیچ صدایی نمیتونه تمرکز کنه. مثلا ممکنه صدای بغل دستیشو نشنوه ولی تیک تیک ساعت دیواری از صدای کامیون براش بلندتر باشه. اسمشو سنجاقک گذاشتن چون ساختار شیمیاییش شبیه به ساختار بال سنجاقکه. این مخدر مثل بقیه مخدرهای این لیست خطرناک و توهمزاست ولی یکم فرق داره. با مصرف 1 میلی گرم از این مخدر 3 روز توهم میزنید و احتمالاً بالا میارید. سنجاقک روی هر کسی به یه شکل تاثیر میذاره ولی وجه اشتراک همه مصرف کننده ها توهمه. اگه بخواید به جای 1 میلی گرم 2 میلی گرم سنجاقک مصرف کنین، قطعاً سکته مغزی و ایست قلبی در انتظارتونه. این مخدر رو از هزاران سال پیش قبیله‌های آمازون نشین مصرف می‌کردن. ترکیب جوشونده چند تا گیاه و خوردنش توی یه مراسم سنتی اونا رو به یه بعد دیگه می‌برد. این مخدر خطرناک امروزه به شکل شیمیایی هم وجود داره که با یه بار مصرفش کاملا ارتباطتون با دنیای واقعی رو از دست میدین. این شکلیه که بعد از مصرف این مخدر شما کلاً 10 تا 15 دقیقه تحت تاثیر قرار میگیرین و اینجاست که قضیه جالب میشه. این 10 دقیقه ممکنه برای شما ماه‌ها طول بکشه. زمان براتون متوقف میشه و شما وارد یه توهم کاملاً رندوم میشین. DMT شبیه LSD با این تفاوت که توی 10 دقیقه بعد از مصرف شما کاملاً فراموش میکنید که کی هستید و توی چه دنیایی زندگی میکنید. ممکنه به یه رپتایل تبدیل شین و وقتی این 10 دقیقه بگذره و به هوش بیاین نتونین تشخیص بدین که شما واقعاً یه انسانی که توهم رپتایل زده یا یه رپتایلی که توهم انسان بودن زده. گوز پیچ کننده نیست؟ اسکوپولامین یا نفس شیطان. این مخدر دقیقاً همون چیزیه که توی سریال قورباغه بود. سال 1880 یه دانشمند آلمانی به اسم آلبرت لادنبرگ همینطور که با گیاه براچرو ور میرفت یه ماده فوق‌العاده سمی از این گیاه استخراج کرد. با خوردن یا استنشاق مقدار خیلی کمی از این ماده فرد قدرت تفکر، تصمیم گیری و حافظه کوتاه مدتش رو از دست میده. هر کاری که ازش بخواین انجام میده، وقتی هم که به هوش بیاد هیچی از اتفاقاتی که براش افتاده یادش نمیمونه. توی دوران جنگ سرد از این مخدر برای بازجویی زندانیا استفاده میشد. بهش لقب سرم حقیقت رو داده بودن چون بعد از اینکه این ماده بیرنگ و بو رو به زندانی میدادن، اون شخص دیگه قادر به دروغ گفتن نبود. اسکوپولامین توی آمریکا و اروپا به وفور پیدا میشه ولی کشوری که رکورد استفاده از این مخدر رو داره کلمبیاست.
خلافکارا با خوروندن اسکوپولامین به طعمه کل اموالش رو با رضایت خودش ازش میگیرن یا بهش تجاوز میکنن. این مخدر انقدر تو کلمبیا رایجه که پلیس هم برای بازجویی ازش استفاده میکنه. کروکودیل یه مخدر برپایه هروئینه که با چند تا ماده دیگه مثل شوینده و تینر قاطی شده. اولین بار تو سال 1932 توی روسیه کشف شد و به عنوان هروئین ارزون به بازار اومد. قیمتش 3 برابر ارزونتر از هروئینه ولی قدرتش 10 برابره. این دقیقاً همون چیزی بود که معتادا می‌خواستن. جنس ارزون با گیرایی بالا. اول اینو بهتون بگم که مصرف کننده این مخدر در بهترین حالت 1 سال عمر میکنه، چون وقتی به یه ناحیه از بدن تزریق میشه پوست اون ناحیه دقیقاً مثل پوست کروکودیل سبز و خشک میشه. ولی این تازه اول کاره. گوشت ناحیه تزریق کم کم از بین میره و جاشو به یه سوراخ بزرگ میده. چون عکساش واقعا وحشتناک و حال به هم زنه تو ویدیو نمیذارم، ولی اگه خودتون دلشو دارین یه سرچ بزنین پیدا میشه. چون تاثیر این مخدر 1-2 ساعت بیشتر نیست، مصرف کننده مجبور میشه به یه نقطه دیگه از بدنش تزریق کنه و این کارو اونقدر انجام میده که کل گوشت بدنش فاسد بشه و بیفته بمیره. جالب اینجاست که با یه بار مصرفش هم دیگه کارتون تمومه، چون اگه دوباره مصرف نکنید قطعاً از درد میمیرید. خلاصه که مواد نزنید، لایک و سابسکرایب هم یادت نره.